سلام، من الان فرودگاهم. پروازم یه نیم ساعت تاخیر خورده. گفتم از فرصت استفاده کنم یه سری اصطلاحات مربوط به فرودگاه به زبان انگلیسی رو بگم، شاید به درد کسی بخوره. به اون چمدونی که تحویل بار میدید میگن لاگیج یا بگیج. به اون چمدونی که با خودتون میبرید داخل کابین هواپیما بهش میگن کری آن. پروازهایی که وارد فرودگاه میشن یا پروازهای ورودی میگن arrival flight. به پروازهایی که خارج میشن یا پروازهای خروجی میگن departure. به کارت پرواز میگن boarding pass. به زمان سوار شدن به هواپیما میگن boarding time یا همون boarding. کاستوم یعنی گمرک. به اداره مرزبانی توی آمریکا میگن CBP. به اون گاری هایی که چمدونتون رو میذارید روش میگن ترولی یا کار. به اون چیزایی که رو زمین میچرخه و شما میرید چمدونتون از روش برمی‌دارید میگن کرسل. سکیوریتی چک پوینت میشه بازرسی امنیتی. TSA هم بهش میگن، جایی که شما بار همراهت رو از زیر دستگاه ایکس ری رد میکنی، حالا آیدی کارت، گواهینامه یا مدارک هویتی تو بررسی میکنن قبل از اینکه شما وارد هواپیما بشی. بهش میگن TSA. لای اوور یا کانکشن فلایت واسه وقتی که شما برای رسیدن به مقصدتون نیاز دارید هواپیما عوض کنید. مثلا از آمریکا میخواید بیاید ایران، چون پرواز مستقیمی نداره یه لای اوور توی دبی، ترکیه، آلمان یا مثلا قطر دارید. چکین یعنی پذیرش کردن، یعنی مثلا شما میرون کارت پروازتون رو تحویل میگیرید یا اون چمدوناتون رو تحویل میگیرید، بهش میگن چکین کردن. اون چمدون هایی که تحویل بار میرید بهش میگن چک بگ.